این درس زبان روسی تا دیر باز در خاطر خوانندگان صنف 5 در یکی از مکتب‌های المعطا میماند. در جریان درس به آنها به جای تصویر قاعده ارفوگرافی پاره‌ها از یک فیلم فحش نمایش داده شد. درس زبانی روسی بود. کسی باز دوباره پیوست شد و در اکران یک صحنه فحش با شرکت 3 نفر نمایش داده شد. کودکان آن را دیدند. بعد فرزندم از من پرسید که مادر این تقا خاله رو چیکار میکند؟ من به این کودک چی بگویم؟ والدان شکایت میکنند که چنین حالت در درس‌های آنلاینی زیاد دیده می شود و درس‌ها را نه تنها نوارهای فحش آمیز بلکه موسیقی و رسم و صحبت‌های دغل نیز خللدار می‌سازد. طوری معلوم شد چنین حالت را در درس‌های آنلاینی ترول‌ها و رخنگران اینترنتی به وجود می‌آورند. تارپیوند درس‌های آنلاینی برنامه زوم در گروه‌های تلگرام در استفاده آزاد قرار دارد. در اینجا تمام اطلاع درباره ساعت درس‌ها، ترتیب شرکت و حتی معلومات عاید به خوانندگان را پیدا کردن ممکن است. ادامه کار از خیالات یا فانتزیا خود حمله‌وران وابسته است. شاید برنامه زوم چندان برای آموزش موافق نباشد، زیرا آن از خواننده به قیدگیری یا اجازه طلب نمی کند. یعنی اگر آن از خواننده ها ثبت نام کردن خود را طلب می کرد، هر مکتب بچه تارپیوند خود را می داشت و تحقیق چنین حادثه ها آسان تر می شد. در آن صورت آموزگاران هم می دانستند که چنین معلومات از نام کی نشر می شود. برای همین باید مسئله گذاشتن به دیگر برنامه ها برای درس های آنلاینی بررسی شود. شاید هم به برنامه های خود قزاقی رو آورد. برای به خطر نبودن برنامه‌ها آموزگاران مجبور شدند درس و وظیفه‌ها را به خوانندگان طریق مسنجرهای شخصی خود فرستند. این شیوه تعلیم والدان را باز هم بیشتر ناراحت کرده است. آنها گروه به وزارت معارف شکایت می‌کنند. در کشور 350,000 آموزگار است. البته با پخش یک توگمچه همه را به تعلیم فرا گرفتن غیر امکان است، ولی کار در این سمت ادامه دارد. برخی هنوز پوره از خود نکردند و ما هم کاری هر یک معلم را سنجیده ایستاده ایم. وزارت معارف پیشنهاد دارد که تعلیم فاصلوی طریق برنامه‌های وطنی گذرانیده شود، ولی آموزگاران به این برنامه‌ها صرفم نمی‌روند. آنها به فرق از حمله‌وران یا ترول‌های اینترنتی دانش خوبی رقمی ندارند. تا زمانی که مقامات در فکر دریافت راه بی خطری بر راه ماندن درس‌های آنلاینی هستند، ترول‌ها به عمل جنایتکارانه خود ادامه می‌دهند.